حیات بود، دنیا را پدرود گفت. دنیا به این نشید، دنیا به این نگفت. مادری که 80 سال فرزند تربیه کرد، خدمت کرد، محنت کرد، امروز مرگ او را بود. مرگ بود 80 سال دنیا. ببین که اخیرش که دنیا به این وفاگی نکرد. ای همین فهمیده میشه که این دنیا برای هیچ کس وفاگی نداشته است. و همون خاطر مولوی میگه که اندیشه مرگ مصطفی باید شادی و طرب جمله رها باید کرد. او با شرف و عزت خود باقی نماند، ما را طمع خام چرا باید کرد. اگه همون تر رسولی که خداوند او را سفیر خودش به دنیا فرستاد تا که مردم از بیسوادی و جهالت و گمراهی و بدبختی برهونه، دنیا به همون تضاد نشید. 63 سال حیاتش داد. بعد 63 سال حیات وقتی گفت که اکملت لکم دینکم، خداوند مرگ به سوی او فرستاد. 63 سال حیات که او وظیفه دار بود که امروز ما یگان وظیفه نداریم. 70 80 90 میریم در بستر بیماری به زحمتیم، فرزندامو به جایمون نمیدونن، خدمتمو نمینن، مردن نمیخواهیم که بکنیم. متاسفانه امروز مادری که 80 سال حیات دید از قید حیات رفت. این مادر برای فرزندها جنت بود، یک جنت. حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در یک حدیث گوهرباری خود میفرمایند که خوشا به حال کسی که تو جنت داره و خوشی به حال کسی که یک جنت داره. صحابه ها عرض کردند ای رسول خدا اون جنت ها کدام ها هستند؟ گفت کسایی که پدر و مادر دارن دو جنت دارن. کسایی که مادر یا پدر دارن اونها یک جنت دارن. به همین خاطر تا امروز این مادر اگر چند عاجز بود، کسلی بود، در بستر بیماری بود، برای فرزندها جنت بود که می اومدن پاکاش میجقیدن، کفکای پاش بوسه میکردن، خدمتش میکردن، همون روکای جینجکش میدیدن. ایتا اگر به زبانم شرم میکردن ای روی خانماشو که این سخنه بگن، با قلبشو اظهاری ندامت میکردن که همین جوانی را مادری من به خاطر من به باد داده است. جنت برای واجب بشه. ببین این قدر فضیلت داره در نزد خداوند پدر و مادر. خطاب من زیادتر برای جوانا هست که امروز بسیاری جوانای هستند که پدر و مادر میرنجانند که پروردگار عالم میگه یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و بالوالدین احسانا. ای ذاتانی که ایمان به خدا و روز قیامت داره، پس از اطاعت خدا اطاعت رسول بکنه و پس از اطاعت رسول برای پدر و مادرتون نیکی بکنه، در این دنیا بکنه. وقتی که در قید حیاتن پدر و مادرتون نیکی بکنه. ای جوانا وقتی که در مسجد خفتن میخوانی، پس ای خفتن اول پیش خانم نو پیش مادرت بره، اول پیش خانم نو پیش پدرت بره، تو اکاشا بجقیقه خطیش صحبت های نرم که ای مادر جان ای پدر جان چی احتیاج داری، چی خدمت کنم. والله قسم به خدای تعالی میگی انا همون خداوند گفتگیش که برای پدر و مادرتون یکی بکنی انا همی ای. امروز یک فرزند میبینی ای رسیه میآید و گردنش زنجیر خر داختگی، دو سومپل پدرش میتیه، 6 سخنای قبیح دشنام برای او پدرش برای 2 سوم میتیه. حال تباه های ای فرزندی که پدر و مادر به جای نمیدونی که پروردگار میگه رضا الله رضا الوالدین. کسی بخواهد من رضا کنه پدر و مادرش میزن. اگر پدر و مادر از او فرزند ناراضی باشن، والله قسم به خدا ای گفته ای زبان رسول اکرم صلی الله علیه و سلم برای شما بیان میکنم که او فرزند آقا برای او جنت حرام ای. شب روز طاعت و عبادت و بندگی و خیر و سخاوت بکنه، رسول الله میگه که اون در مشامش بوی جنت نمیرسه. که ای فاصله چی قدر دور بوی جنت در مشام همه میرسه مگر در اون نمیرسه. به همین خاطر بازم میگم که کسایی که دارای پدر و مادرن، پدر و مادر خدمت کنن که اون پدر و مادر برای فرزند جنت ای.
شیخی بود هر روز بعد از خفتن می آمد به عیادت مادرش دستکاش میجقید پاهکاش میجقید کفکای پاش بوسه میکرد مادرش گو ای فرزند وقتی که این حالت تو برای من انجام میدی من میشرمم گو ای مادر وقتی که من خردسال بودم تارت میشکستم به نماز میکردم خدمت تو به صدقه و بنده من تازه میکردی و من بوسه میدادی در رستوران امروز نوبتی من رسید است که من او خدمت های را بگردونم متاسفانه امروز جوانا به قدری پدر مادر نمیرسند یک شب ای خفتن بچه مجلس مشغول شد که دیتر آمد که مادرش خواب برده است به خاطر که مادر من از خواب بیدار نکنم و وظیفه هر روزه من انجام بتم ریشی مبارکش ملایم در کفای پاش شکید گفتی بیدار نشد و گفت ای پروردگارا تو به این مادری من رحم کن که من بوایه رسون به دنیا آورد خدمت کرد در حق من در حقش دعای خیر کرد و رفت خواب رفت پگاهی وقتی که به نماز آمدن همه شاگرداش حلقه می زدن از یکدیگر می پرسیدن که امشب کی خواب دید یک شاگردی بهترینش گفت که ای استاد محترم این شب من ترا در خواب دیدم که تمام ریشت مروارید ای مثل مروارید می درخشه گفت این خواب تو حقیقت دارد امشب وقتی که من آمدم مادرم در خواب بود دیلم نشید که او را بیدار کنم ریش ما در خاک پای مادرم شکیدم ببین خاک پای مادر ریش شیخ چکار کرد در مرجان کرد خوشا به حال کسی که پدر و مادر خدمت کنه انشاءالله که وقتی می روه 8 در جنت برای او بازه برای چی؟ مادر وقتی که فرزند به وایه می رسونه فرزند صاحبی زن و فرزند خانه و در ماشین و پل و مال می شوه اون مادر در اون فرزند گردکجای بیچاره حقوقی خودش نمیدونه برای چی او فرزند جاهله امر خدا را نمیدونه از خدا نمیترسه حقوق پدر مادرش نمیدونه انا او پدر مادر در او فرزند خاره و الله قسم به خدا های بسیاری خانه ها میرم کمپیرا در پیشم شکایت میکنن ای 5 بچه ای 6 دختر ای همین ها شکایت میکنن که اینها را به وایه رسوندم امروز در پس گهواره کیلن حالم در بوی سیبه گهواره میجنبونم گریه میکنه والله قسم به خدا با من دلتیش میکنم که این خداوند برای اون فرزندا امتحان قرار داده است وقتی که پدر یا مادر پیر بشوه با واسطه اون فرزندا خداوند ای اونا امتحان میگیره که همون مادر از چه خدمت بکنه کسی خدمت کنه خوشا به حالش و کسی که نکنه وای بر حالش یکی پدر و مادر زیرک هستند یک پدر بود که بسیار زیرک بود که همسرش در حال حیاتش از قید حیات گذشته بود 3 تا پسر داشت دید که پسراش خوب نظارتش نمیکنن خوب خدمتش نمیکنن گردکچی به صاحب بود بعد فرزند کلانیش فریاد کرد گوی جمشید بچه جان وقتی کشیش او که تو فرزند اولی من تو را بسیار دوست میدارم که یکمین باید تو به دنیا آمدی من به خاطر تو بسیار شاد بدم من برای تو یک سیر میگم به خواطر همین جای من نباش وقتی من مین برم همین پای پای نبکن همینجا همه ذخیره هم در همینجا هم بگیشون بعد خطی همسرش مصلحت کرده برای دنیا بعد در حق پدرش خدمت کردن 1 ماه یا همین تا خدمت کردن بعد مابنگیش فریاد کرد گفت تو فرزندی مابنگی کسلی تر بسیار دوست می داشتم به خواطر جای من نباشه خیسکی همین که هر سهش همین خیر فهمون کلانیش هم به همسرش خدمت کرد مابنگیش هم خدمت کرد اخیرونگیش هم خدمت کرد 3 فرزند برای پدر شب روز خدمت کردن به خاطر چی؟ نه به خاطر الله نه به خاطر پدر مگر به خاطر دنیا خدمت کردن وقتی که پدر مرد تکفین تجهیز کردن بردن در قبرستان گذاشتن بعد شب اول آمدن در همون جای پدرش و بعد توپچه همون اکای کلانی پرت داد و بعد شروع به خواندن قرآن کرد اون کفاش هم همونجا 6 تا اون شب تلاوت قرآن کرد او نرفتن شب دیگر 6 تلاوت قرآن کرد او نرفتن شب سوم 6 تلاوت قرآن کرد او نرفتن او شما چی در داره که نمیره بره خور من میستم بگو ما هم میستیم اینجا بگو نباشد چی سیره بگه بگو همون سیره که پدرم بچه کرد با ما هم گفته بگو نباشه یک جایی میکنه
بعد پای پدرش کندن، یک کلیانکه از تا کلون دورش کردن، در درونش لاغ، در درونش گزید، خلاصه که خیلی برای شکایدن